فیفا بهترین گل چمپیونات جهان قطر 2022 را اعلام کرد. گل حمله‌ور تیم منتخب برزیل ریشارلیسون بهترین گل جام جهان در قطر انتخاب شد. در این باره فدراسیون بین المللی فوتبال در سامانه رسمی خود خبر داده است. گل بهترین جام جهان در قطر گل ریشارلیسون با یک مهارت خاصه و تکنیکای عالی به دروازه منتخب سربیا زده شده بود. همزمان در فهرست گل‌های نامزد اسم سلیم الدوسری از عربستان سعودی، کودی گاکپو از نیدرلندیا، انسو فرناندز از آرژانتین، وینسنت ابوبکر از کامرون، لوئیس چاوز از مکزیک، کیلیان امباپه از فرانسه، پکسینخو از کره جنوبی، نیمار از برزیل نیز شامل بودند. اما گل حمله‌گر دسته توتنهام از روی آواز بیشتر مقام اول را اشغال نمود.